اگه تو هم نسبت به خونه، نسبت به شهرت، نسبت به جمع دوستات یا محیط کار یا حتی نسبت به کشورت احساس عدم تعلق می‌کنی، این ویدیو واسه توئه. احساس عدم تعلق یعنی اون حسی که انگار اینجا مال من نیست. حتی اگه از بچگیت اونجا بزرگ شده باشی، تو اون خونه بزرگ شده باشی، توی اون شهر هم یه خاطراتت باشه، اما باز هم حس می‌کنی به اونجا تعلق نداری. یا به مرور اتفاقاتی افتاده که این حس تعلق از بین رفته. تو روانشناسی تعلق داشتن یعنی اینکه حس کنی توی یک جمع یا مکانی تو رو می‌بینن، میپذیرن، بهت ارزش میدن و بخشی از اون کل هستی. و اگه هر کدوم از اینها نباشه، ممکنه که تو احساس عدم تعلق به اون مکان یا به اون جمع داشته باشی. و به طور مثال اگه مثلا تو به کشورت حس عدم تعلق نداشته باشی، این هیچ ربطی به میهن دوستی، وطن دوستیت یا اینکه از کشورت بدت بیاد نداره. یه توییتی زده شد چند وقت پیش توی توییتر که یه فردی گفته بودش مثلا کشور هتل نیستش، باش مشکل داشته باشی ترکش کنی، باید همیشه دوستش داشته باشی. و مقایسه کرده و کسی که مهاجرت میکنن رو با کسی که کشورشون رو دوست ندارن، در صورتی که کاملا اصلا متفاوتن. تو ممکن نسبت به یه جای احساس عدم تعلق کنی ولی اونجا رو دوست داشته باشی، از اونجا بدت بیاد. اصلا به هم دیگه ربطی نداره. حتی ممکن نسبت به خونت باشه، تو ممکن عاشق خونه و خانواده‌ات باشی ولی حس تعلق به اونجا نداشته باشی، به خاطر اینکه باورها و سبک زندگیت متفاوت باشه با اونجا. در نتیجه میتونی که از اون خونه جدا شی و واسه خودت مستقل زندگی کنی، با اینکه همچنان اونجا رو دوست داری. نسبت به کشورم همینطور، تو ممکن عاشق کشورت باشی اما نسبت بهش احساس تعلق نداشته باشی، یا حتی برعکس میتونه از کشور حتی بدت بیاد و واسه هم بهش احساس تعلق نداشته باشی. کاملا از همدیگه جدا و اینطوری نیستش که اگه احساس عدم تعلق کنی نسبت به یک جایی حتما از اونجا بدت میاد. و خب این احساس عدم تعلق عوامل و دلایل متعددی داره. مثلا میتونه این باشه که تو حس طرد شدن یا بی‌توجهی رو از یک جمع یا مکان ببینی. اینکه حس کنی توی یک محیطی آدم‌ها تو رو درک نمی‌کنن، ارزشات رو به رسمیت نمی‌شناسن و این برخوردها باعث بشه برچسب ناامنی به اون جمع یا محیط بزنی. این باعث میشه که احساس تعلق دیگه نداشته باشی نسبت به اون محیط یا جمع. یا مورد بعدی شکاف بین تو و محیطه. اینکه ارزش‌ها، باورها، سبک زندگی تو با اون محیط متفاوت باشه. حالا میتونه تو مثلا آزاد اندیش‌تر از اون محیط باشی یا محافظه‌کارانه‌تر از اون محیط باشی یا اختلافای دیگه. این تفاوت فرهنگی و باوری، این شکافی که به وجود میاد بین تو و محیط، باعث میشه که احساس تعلق نکنی دیگه نسبت به اون محیط و ذهنت بگه این مکان من نیست. حالا میتونه به خاطر مسائل اجتماعی باشه، به خاطر مسائل فرهنگی باشه، به خاطر محدودیت‌ها باشه. هر کدوم از اینها میتونه اثر رو بذاره تو اینکه تو دیگه احساس تعلق به اونجا نداشته باشی، به خاطر اون شکافی که به وجود میاد. یا مورد بعدیش تجربه تغییر محیطه. این تجربه خیلی از خوابگاهی‌ها تجربه کردن. این تجربه خوابگاه داشته باشید، وقتی شما از خونه خارج بشید و وارد یک محیط جدید واسه زندگی بشید، کاملا به اونجا هم تعلق ندارید چون میدونید چیز موقتیه. ولی وقتی به خونه برمیگردید حس می‌کنید به خونه هم تعلق ندارید. یه دیالوگی قشنگ تو فیلم افترسان داشت، میگفتش که وقتی از جایی که توش بزرگ شدی خارج بشی دیگه هیچ وقت به اونجا تعلق نخواهی داشت. و تقریبا همینه. مثل میمونه که شما رفته باشید یه جای جدید، حالا خونه خودتون باشه، خوابگاه باشه، با یک فرهنگ جدید خودتون رو وفق دادید، اون کاراکتری که همیشه درونتون بوده رو آزاد کردید و وقتی برمیگردید به محیط قبلی دیگه نمیتونید طبق الگوی رفتاری قبلی که داشتید تو اون محیط زندگی کنید و احساس عدم تعلق میکنید به خونه. در نتیجه خیلی طبیعیه که تو همچین حالت هم احساس عدم تعلق کنید. یه مقاله خوندم به این موقعیت، مثلا اینکه تو روانشناسی میگن این بیتوین استیت، یعنی تو دو تا موقعیت تو گیر کردی که دیگه نه به موقعیت جدید تعلق داری نه به موقعیت قبلی. و خب این حس خیلی حس بدیه. کاملا شما احساس عدم تعلق به همه جا رو دارید و درست کردن اون محیطی که بتونی دوباره توش احساس تعلق کنی خورده سخت و زمان بره. و از این بابت نگران نباش، چون خیلی اینو تجربه میکنن. خیلی از افرادی که خوابگاه زندگی کردن، مستقل زندگی کردن و برگشتن پیش خانواده این رو تجربه میکنن و تنها راهش اینه که دوباره بتونی اون استقلالت رو پیدا کنی. حالا یا بتونی شرایط واسه خودت مهیا کنی یا بتونی لایف استایل رو به محیطت اضافه کنی. در مورد عدم تعلق به کشور هم آدم نباید هیچ عذاب وجدانی داشته باشه. وقتی یک سری فرهنگ‌ها، یک سری مسائل اجتماعی، یک سری محدودیت‌ها باعث میشن که تو از باورها و ارزشات فاصله بگیری، طبیعیه که احساس عدم تعلق کنی و این چیزی نیست که تو مقصرش باشی. یا به این معنی نیستش که تو به کشورت داری خیانت می‌کنی، کشورت رو دوست نداری یا مورد چنین قضاوت‌های قرار بگیری. این کاملا طبیعیه که تو همچین موقعیتی همچین حسی داشته باشی. و یکی از راه‌هاش میتونه مهاجرت باشه، به شرطی که اون احساس عدم تعلق عواملش کاملا بیرونی باشن. بعضی وقتا این احساس عدم تعلق یه سری عوامل درونی داره که تو اگه جای دیگه هم بری اون احساس رو داری. برمیگرده به درون خودت، اینکه همیشه یک سری نارضایتی‌هایی نسبت به محیط داری، همیشه همه چیز رو با یه ایدئال ذهنی مقایسه می‌کنی. اینجور چیزها اگه وجود داشته باشه، تو حتی اگه مهاجرت هم کنی، تو شرایط جدید هم قرار بگیری، ممکنه این احساس رو داشته باشی و اون رضایت
کافی رو از محیطت نداشته باشی. اما اگه دلیلش باید بیرونی باشه، مهاجرت میتونه راه حل خیلی مقبول و منطقی باشه. و باز هم میگم احساس عدم تعلق هیچ ربطی به این نداره که شما اون محیط رو دوست نداشته باشید به هیچ وجه. و میگم احساس عدم تعلق هیچ ربطی به این نداره که بگیم چون من نسبت به خونم احساس عدم تعلق میکنم پس خانواده‌ام رو دوست ندارم. چون من نسبت به کشورم احساس عدم تعلق میکنم پس کشورم رو دوست ندارم. اصلا چنین قضاوت‌هایی درست نیستش. کسایی که چنین قضاوتایی میکنن خب واقعا ناآگاهانه همچین حرفی میزنن و هیچ حساسیتی نباید نسبت به این مسئله وجود داشته باشه و خودتون بابتش اصلا ناراحت نکنید. ممنون که ویدیو رو تا اینجا دیدید. با سابسکرایب کردنتون حمایت بزرگی ازم میکنید و خوشحال میشم که لایک کنید و نظراتتون رو تو کامنت واسم بنویسید. تا ویدیوی بعدی.